در مسکو دیدیم یک برادر مونا خدا برکت شه نام قویش مرد که نورانی بود زنش در برش سیگارت کشیده میگیم برای چی کار کردی؟ گپ شما آخه ای حرامی دیگه خوب نیست کسی همین غیر مسلمان اگر آزار بده پیامبر میگه مرا آزار داده ببین غیر مسلمان آزار دادن آزاری من نمیگه پیامبر گفته ببین و من ازانی اینا امام احمد حنبل در مسندش میاره میگه و من ازانی یکی فراموش نکنید وقتی ظلمی را کسی که ایمان نمیاره وقتی ایمان نیاورد ما حق نداریم را ای مملکتمون پیش کنیم یا به قتل برسانیم بلکه قاعده اسلام چیه دعوتش میکنیم نگیرید بعد نالوگش میبندیم میگیم برای گارانتی حیات ماهده 100 سوم بسپار تمام با همین زندگی میکنه او حیات او در پیش خدا در پیش ما قدر داره حیاتش احترام داره انا که بینیم برادرها که وقتی پیامبر میگه انمی خیل آدم آزار دادی من آزار دادی و کسی مرا آزار داد الله را آزار داد و کسی الله را آزار داد دیگر آخی وجودی او در این حیات چی معنی داره پس ما نمیتونیم اینها را یگان دقت دادن اینها را یگان غم دادن اینها را رنگی بچه اومد در سفرها میگن ای خی کافی را ایرا پولش زده گرفتن درسته ای برادر ایرا توصیه را کسی داده پشت با پشتش در قبر میسوزد ای خلاف آیت قرآن رفتگی ای خلاف سخن پیغمبر رفتگی ای گپا خطا های برادرها حتی ما در این مرد خزیه نیمه باشد یکی مسلمان نباشد اگر نمی یک پیاله همین را من از همین پنهانی بگیرم من پیش خدا برای جزا میگیرم من حق ندارم این کار را اسلام ما را این خیلی تربیه نداده اینا را کسی که مثال گپ میزنه اینا هم برای نفس خودشونه یا بعضی حالی داریم آدمایی که میگه ای برادر این کار حرامه نکی بیزنسه میگه برادر تو معذور باش من ملای خدمت دارم لیکن اینها برادرای عزیز تعلیمات های نادرستند از این لحاظ ببینید که چی با که مرد نصرانی زنی مسلمان را گرفتن نمیتونه برای آن که ما دیدی به زن نصرانی احترام گذاشتیم در دینت باش موافق کتابی آمدگی رعایت کرد خوش به حال من قطعی زندگی لیکن در اینها پرینسیپ دیگره مرد نصرانی وقتی زن مسلمان را گرفت حتما باید نصرانی شود اگر نصرانی نشود اینها را نیکاشون درست نیست و زندگی با زن مسلمان با مرد نصرانی اجازت نمیده کتابشون اجازت نمیده که ممکن نیست که تو با این خیل آدمی که در دیگر دینه تو با او زندگی کنی انا که اینجا دا برادری عزیز احترام و بزرگی و مثال دین اسلام ها بید که با دین دیگر احترام میگذاره قدر میکنه خب انا که اینجا آمدید یعنی اجازت هایی که مرد مسلمان زنی نصرانی را بگیره با شرطی برادر عزیز گفتم که این خیلی که گفتی همون یک در مسکو دیدیم یک برادر خدا برکت شه نام قویش مرد که نورانی بود زنش در برش سیگارت کشیده میگیم برای چی کار کردی؟ گپ شما آخه ای حرامی دیگه خوب نیست ای برادر چی خوبی داره پیامبر گفت که یا معشر شباب ای تو دای مردمی جوانا اصلا همی بگیم غلبه شهوانی تا جوانه در رمضان ببین میگه مرده که پیرانسال زنش مچک کنه اجازت های یاش مچک نکنه آره که دیگه هم شهوت در اون یاش های در این پیر دیگه شهوت چی موندگیه پیامبر مراجعت به جوانو یا معشر شباب ای تو دای جوانا من استطاع منکم الباء فلیتزوج اگر پول داری شرایط داری برای زنگیری زن فیل لم یستطیع نداره بیچاره میگه نیست
فعلیکم بصوم فانه له وجاء. پیامبر میگه بچه‌م روزه بگیر تا چیکار کنی؟ تا همو شهوت طغیانگه را آرام کنی. اگر روزه یه که نخوردی دیگه این دقت نمیده. یا انسان باید که صبر کنه، صبر کنه تا جای آمده است برادرو که شهوت آدم اگر دقت بتا میگه و در بین زنهای زیاد کار میکنه که دیگه هیچ خداری نمیکنه، حتی میگه زنا نکنه، بعد ازش چه تسکین بده اگرچه گناه ولی از زنا ده این مقصد برای این بهتره که وجود آدم به زنا آموخته نمیشه. آدمی که به زنا آموخته شد فقط زن حلال هم بگیره، فقط میلش دیگه به سوی زنکوی بیگانه است. تا این اندازه را ما در دین ما احتیاط داریم. برای همین انا اگر همین خیل شرایط ها قطع بگیره خوشش شد، ولی اگر این خیلی که همین تاوا گفته که ای خیلی ای حرام دست سازای کو، یا مثال ما ایوی که مثال حرام میکنه که خوب نیست، بعد دیگر اینکه خوبی ابشیر که بچه های ما باید که پدر و مادرشان آگاه باشن که زن میگیرن. اگر به شرطی که پدر و مادر از نکاح ما آگاهی نداشته باشد، حبیب خدا 3 بار میگه فالنکاح باطل باطل باطل، نکاح باطل باطل باطل. باید پدر و مادرای ما آگاهی داشته باشد. چی بوده؟ ما یک پدر و مادری که از زحمت بکشد، مهنت کنه، فرزند تربیت کنه، نه که ای چشم پدر پنهانی زنا میکنه یا مثال زن میگیره، این چی خیلی میشه؟ اگر زن گرفتم به خاطری یک برکت خیر یافتن زندگی است. اینجا دعای پدر و مادر بار ولی کلام میبازد. خداوند قرآن میگه و قضا ربک بالوالدین احسانا بسیار الا تعبدوا الا ایاه و بالوالدین احسانا. خدا میگه یکم حکم من که مرا عبادت کن، بعد عبادت من چی؟ اطاعت پدر و مادر. خداوند پیوسته بعد عبادت خودش اطاعت پدر و مادر. برای همین ما پدر و مادرم باید آگاه کنیم که من با اوچای خوب با کار که با اصطلاحات خودشون هوا میگه، بچه میگه، بابا میگه، چیزی میگه، من زن میگیرم. چی میگه اوتایی اوچایی؟ میگه بچه خیلی جوزد، خیلی دام بده. ریزاگی او را با گرفتن دارم. ریزا نباشم همیشه را تحصیل. ریزا نباشم بگه بچه هم مطرح برای روی نکردم که تو در جزام بگیری. مطرح ای تنگی زندگی و ای مشکلات های زندگی روان کردم. تو بچه هم پیگیش فکری ای را مثال بگیر. ای خدا زورک که طاقت دوتا صبر دوتا. انا راه درستی بگیم اکا همو اسلامیش همیه اکا. ولی بعضی چیزایی که در اینجا علاوه میکنن پیروز میکنن های بعد با چیزایی هست که ای ذهنهای خودشون ای فکرهای خودشون ای بعد داخل قدم میگیرن. بعد هر که برای خودش بعد یکان آرام کنش یکان فتوای دیگه میوه. وقت نشیده شما فهمیدی رایی؟ فهمیدم اکا. اوید با اون ملایی که مثالی کارا میکنه انما آدم باید نکاح کردن او گناه نیست، ولی گناهش در همین جایی که او را بفهمونه. اگر به شرط همون زن موافق طبق همون بیبله بگن من رفتار میکنم، ملا حق داره نکاح کنم. یکی بگن نمیکنم، برای همون 4 تنگه همون دنیا و آخرت چه باید نسازم. این ما نکاح میریم بچه کمی بودار جان همین زنگیری را میدونی که تاجیکای ما یک مطل داره، مرده با کفن سفید شادی داره لیک ای عذاب گور درک نداره. زنگیری دادر جان همین که قاعده داره یک جوگه خوب تا فکر نکرد، نفقه در گردن تا لباسی در گردن تا والا تضریب الوجه پیغمبر میگه حق نداره که زنک بزنی، والا تو قبه
ҳақ надорӣ занака ҳақорат кунӣ. ира пайғамбар гуфтеса ай ӯҳдаш мебурой ин чизҳое ҳастанд ки моро дар гардани мардак бор мекунем, мефаҳмонем, программаи зиндагиша дар пешакш мегзорем. мақсад чиай? иншоалло мо аз ӯҳдаш мебуроем. тамом. ман вазифама